سلام، به خبرهای این ساعت با من نورسته افت از یک خوش آمدید. فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان گفته است که حکومت سرپرست افغانستان در مورد نصاب آموزشی تازه کار میکنند تا از آن در مکتب‌ها برای بهبود ذهنیت مردم در قبال پاکستان کار بگیرند. او افزوده است که در نصاب‌های قبلی افغانستان پاکستان به حیث دشمن افغانستان دانسته میشد، اما اکنون امارت اسلامی طرفدار پاکستان است و این نصاب را تغییر میدهند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری در سازمان ملل یا اوچا در افغانستان گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 292 تن غیر نظامی قربانی مهمات منفجر ناشده‌اند. این نهاد افزوده است که این قربانیان در 2 سال گذشته کودکان هستند. وزارت خارجه امارت اسلامی حمله هوایی اسرائیل بر بندر هوایی حدید یمن را که قربانیان آن افراد ملکی اند محکوم کرده است. این نهاد از سازمان‌های بین المللی و کشورهای منطقه خواسته است که جلو جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و منطقه را بگیرند. وزارت مهاجرین عودت کنندگان از اخراج 4000 پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشور خبر داده است. این نهاد افزوده است که پیش از 3000 تن را از ایران و پاکستان به گونه اجباری و اختیاری به کشور برگشت دادند. وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی میگوید که نورالدین عزیزی سرپرست این نهاد در سفرش به قزاقستان با برخی از مقام‌های آن کشور دیدار کرده است. این وزارت افزوده است که سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور در دیدار با مقام‌های قزاقستانی در مورد گسترش ثبات و روابط بازرگانی دو کشور بحث و گفتگو کرده است. سرپرست وزارت صحت عامه به منظور اشتراک در نشست سازمان‌های بین المللی در بخش صحت به سوئیس رفته است. این وزارت در خبرنامه گفته است که نور جلال جلالی در این سفر با مسئول عمومی سازمان صحی جهان دیدار کرده و در مورد از بین بردن بیماری فلجت کودکان، گسترش و معیارسازی خدمات بهداشتی، کنترل امراض ساری در افغانستان گفتگو کرده است. سپاسگزار از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.